دوستان، امروز با قانون مجازات اسلامی ایران اومدیم. شما به عنوان حق و حقوقتون اینه که کسی که شهروند این کشوره باید از قوانین کشورش آگاه باشه و ممنون میشم که اگر آگاه شدید به بقیه همبستگان خودتون هم برسونید و چه بهتر که ما به شما بگیم و شما به بقیه. خب بچه‌ها، ماده 7 قانون رو داریم، میگه علاوه بر موارد مذکور در موارد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم میشوند در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود، مشروطه بر اینکه الف رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد، ب در صورتی که جرم ارتکابی از جریمه موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد، پ طبق قوانین ایران موجبی برای من یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن